پنج هیوا پشتی هالبشارتنت پارلمانی دستودار سیاسی عراق هشتا ندیاره. هیرشت بمبال بغدا و باجر دی بردوامن. بصدان کس لهیوا هفت هات نکشتند. پارلمان نی عراق هشتا نشد چه بریاره بدد لسردانان سرک وزیرکینی و پیکینان حکومته. لسرک اوباما کار بدست ریو بریاوی برسمی بحث بدماه اینان کار لشکر امریک العراق دکن. سرک اوباما دگوتا را که دابو سرباز دیرین گوت او لسر سوزا خویه که کار لشکر امریکی العراق ابدماهی بیند. دمک کورت پشتی از وک سروک دست بکار بوم من استراتیجیا نیا خوب و عراقی و گواستنا توای کنترل با عراقیان را گهاند و من گوت کل روژا سویه که طباخا 2010 کریارن شرعین هیزن امریکی العراقی بداوید هن و نوکه از سوزا خوب جهدینن. سروکی گوت حتی دماهی هیوه هشت شمار سربازت کش عراق دینه وکیشان دیگهت 9000 بندگان دبیجت نوکه 7000 سربازت امریکی العراقی که حتی دماهی وی هیوه دی 20000 سرباز دی اینه وکیشان. رئیسار اوباما دبیجت کار هزت مایت امریکی دی اوبد که هزت عراقی هینو فر بکن برسینگ کریای تروریستی بگرن و مدنی دیپلماتت امریکی پارزن. سروک دبیجت آلوسکار العراقی گشتین نظمترین پله هکه دیگه سالت بوری هفبر بکی. لیوی دازانی که هشت آستان گتماین و توریست بردوام یه بزاودکن رای که پیشوچونه بگرن. اوارکن مترسی دارن. هشتا کسن ماین که بزاودکن به تند و تیجیان پیشوچون عراق را گیرن و راستیا تال او که هشتا قربانیدان امریکای لعراق بداوی نهاتیه. سروکی هر سال گوتارا خو بحث افغانستان کر کلویر هیزت امریکی و ناتو گلک ریبی چک داره دبن. هیوا حف بخوینترین هیو بویه با هیزت امریکی. رئیسر اوباما دبیجت نقشه هیرش تروریستی لسر امریکا لیازه هیوانه سال 2001 لای قاعده و لافغانستان هاد بودانان. و گوت او رشته که نهلی چک دار لافغانستان خور ببن و گوت دهیزت قاعده و تنریان اشکینت. لوی هرمه و له هرمن دن ام هبنا فجارگه و حوانگهن القاعده و حوال بندن تنرین وان قبول ناکین ام القاعده به هز و لاواست کین ولداویه القاعده دشکینین. سروک اوباما هر وسط گوت سرباز دیرین که حکومت او رشته هاریکاریان بکت دا هاریکاریت نوشداری و هاریکاری دی ورگرن وی گوت گلک مشتمر لسر شرع عراق هات نکرن لهمی دما هفبیر بوینه لسر گرنگی پشتوانی کرینا بترش 1 میلیون امریکیت کل عراق خدمت کربن اف راپورتش بشکا کردی دنگ امریکا هات بلاف کرن.